بوفالو وینگز، یه پیش غذای معروف آمریکایی. برای درست کردنش نیاز داریم به بال مرغ که چربیای اضافه بال رو میگیریم. وسط بال ها رو هم یه برش ایجاد میکنیم. با فلفل پاپریکا، پودر سیر، فلفل قرمز، نمک، آرد و آب سرد بالها رو خوب مخلوط میکنیم. این مواد باید به همه بالها برسه تا یه کاور روش ایجاد بشه که موقع سرخ حسابی کریسپی بشه. هر سمت بالها رو توی روغن داغ به مدت 10 دقیقه سرخ کنید تا کامل مغز پخت بشه. قسمت جذابش این سس خفنه که برای درست کردنش سس قرمز رو با کره تفت میدیم. کمی که باز شد بهش سس فلفل و کنجد رو اضافه میکنیم و خوب ترکیب میکنیم. یکم که از حرارت افتاد عسل رو بهش اضافه میکنیم. سس رو با بالها حسابی با هم ترکیبشون کنید تا خوب به خورد هم دیگه برن. در نهایت هم شما یه بوفالو وینگز خیلی خوشمزه دارید. امیدوارم درستش کنید تا از خوردنش کلی لذت ببرید.